انواع دهن‌آبادی گیمر. سلام داداش، خوبی؟ سلام. باز چی میخوای از جون من؟ هیچی، فقط میخواستم با هم گیم بزنی. چی بزنی؟ اصلا تو چند سالته که همچین حرفی میزنی؟ گیم که اصلا ربطی به سن نداره، مهم علاقه. خب باشه، چی بازی میکنی حالا؟ یه دست گادافوار، یه دست وارزون. پشمام، تو دیگه کی هستی؟ تازه کداتو دیدی داداش؟ یادش بخیر، آخرین گیمی که بازی کردم تو بچگی ماریو بود. عجب بازی بود. آره داداش، فکر کنم ماریو مال 30 سال پیشه. حس میکنم داری پیر میشی. پیر؟ کی پیر؟ چی پیر؟ نخیرم، کاملا جوونم. بازی ها سنشون رفته بالا. آره الکی به خود انرژی خوب القا کن. خیلی دیگه داری حرف میزنی. خب باسه بریم گیم بزنیم پس. درس خون بذارم 3 ساعت تو اتاقتی. داری چیکار میکنی ها؟ بابا دارم درس میخونم تا افتخار تو را در جامعه بالا ببرم. خوابه یا واقعیته؟ واقعا؟ بله پدر، من کتاب فردوسی و کتاب‌های مختلفی را دور کردم تا در علم‌های فراوان. پشمام، فکر میکردم این همش تو خوابه. الکیه واقعا. اتون دمت بابا گرم. مگه تو نمیدونستی که من قد نمراتم خوبه؟ نمرات؟ آره میدونستم. نمیخواستم برود بیارم، میدونی. خب اگه راست میگی الان دقیقا من کلاس چندمم؟ سوم، چهارم، پنجم. بابا من هنوز تو سوم نرفتم، دومم. ادب بابا هستی. خب حواسم بودا، ولی خب نمیخواستم برود بیارم، میدونی. آره کاملا مشخصه. فوتبالی؟ دایی من رونالدو. اما چی؟ تو شست پامام نیستی بابام جان. من رونالدو اصلا که اینطوریه. من مسی هم میدنن دهن رونالدو رو آسفالت میکنن. مسی انقدر سطحش پایینه که باید با نیمار بیای باش بازی کنیم. بسخره کریس رونالدو یه لول دیگه. خب باشه، ولی من خیلی کریس رو دوست داشتم چون میگن قراره بیاد تو ایران. میخوام ببینم. واقعا؟ یعنی میخواد بیاد ایران؟ بعد چطوری میخواد بازی کنه؟ اگه بیاد ایران بدترین روز زندگیت میشه. بعد فکر کن کریس رونالدو برای اینکه بخواد به تونسته باید قند شکم بزنه. اینو ول کن، دستویی رو تیکار کنیم، اینو عادت ندارم. اتفاقا به نظرم تجربه جدیدی میشه که سمت همچین کشورهای دیگه نیان. خدایش یه بار بیان تو ایران برن دیگه فکر نمی کنم مثلا سمت اینجا بیان. سمت اینجا که سهله، اصلا سمت آسیا دیگه نمیان، لف میدن. اینا رو ول کن. بحث ما چیز دیگری بود. بهت گفتم من رونالدو. داره دعوا میخواد. آره تیه دعوا داری، با اون دعوا داری. من خود رونالدو منم. اما تیه حالا که اینطوریه اتلیتی؟ داداش میدونی اصلا این زمین خیلی کار سنگینه. باز چی شده؟ چی میخوای از جون من؟ آقا ولم کن. میخواستم در مورد زمین و طبیعت بهت بگم، تو دور نداری. اصلا کارما بهت بدن 77 نقطه. چی میگی؟ چته؟ اصلا میدونی تیه من مادر. آره داداش داشتم میگفتم این ماشینای لوکس دادن خیلی بی لوکس شدن. دقیقا منم همین رو به بابام گفتم، بعد اصلا قبول نداره. باید قبول کنه. مثلا باید پسرت یه ماشین لوکس، یه ماشین خفن سوار شه. من هر چی بهش گفتم این بنزم قدیمی شده قبول نکرد. تولدت برای چی گرفتن و تولدمو میگی؟ یه آیفون 14 پرو مکس که اصلا یه خورده آل بود. آیفون که دیگه اصلا خست و دهاتی، باید آیفون گلد بخری، روکت طلا. آره منم تو فکرش هستم. آفرین اصلا باید تو فکرت باسی. با این شهر داداش اون بط خودگل تیمی گفت کف من برم بالا سرت. داداش بالا خداره ولش کن، بعدا میریم بالا سرت. آخه لوتیو هم بط خودگل سادن. آخه بگو ماست کردنی دو تو رو گاد بگیرم تا روز بخیه میخوردی. همین دارم بهش گفتم باور نمیکرد. هودی اینطوری نمیشه، باید بریم بالا سرت. خب پس یه برنامه بشین بریم بالا سرش. داشت حله، پس فردا بهت خبر میدم. الکی؟ سلام داداش، خوب هستی؟ سلام عزیزم، حالت چطوره؟ آره عزیزم خوب هستم. جونم کاری داری؟ این تا که این تیتیه میگن اسمت این استاگرام. آها منظورت این استاگرامه. خب بگو اوکیه. خب میگم چطوری باید برم داخل این
اینستاگرام. آها بلد نیستی؟ آره داداش خوب بلد نیستم، میتونی کمکم کنی؟ آره عزیزم کمکت میکنم. بگو دقیقا کجاش مشکل داری برات نصبش کنم، گوشت بیار اوکی کنم برات. واقعا ممنونم داداش، ممنون. الان میرم برات گوشیمو میارم. آره برو بیار. واقعی؟ سلام داستم، چطوری دیگر بلا؟ این پیدا شد، میشه ولم کنی؟ داستم من یه نمه کسمانی میخواستم برای یه دونه از اکانتای گیم. من برای چی باید کشمانی تو بدم؟ برو از بابا بگیر. خب باسته، فقط این که میرم پیت رلت و اون عکسایی که زیرت لایک کردی و دختره که لایک کردی و نستو میدن بدبخت میسی خلاصه. او چه خورتر از تو ندیدم. خب بگو چند دلاره؟ به دلار کانادا حلول هم میسته 20 تا خاله. خیلی بیشوری. آینو داداش کاملا میدونم. تانک یو سو ماچ. منتظر 20 دلار هستم تو ولتم. بچه بودی اینجوری نبودی. آو زمان اولدو میگی، اون که گذشته بابا عقبیو. فقط میتونم بگم پشمام. دختر باز. سلام دیگر بلو، دوماره بدم پارته کنی. چی گفتی؟ تو اصلا سنت به این کارا نمیخوره. سنم که نه ولی سایزت یعنی که سنم آره نمیخوره ولی قلبم که میخوره. خوب سبونتاریا. تازه تل درصد تو دیدی 100% تو ببینی تی میگه دیدم. چقدر تو شری، چی میخوای از جون من؟ دیدم من نه تنها دونه تو نمیخوام بلکه قلبم بهت میدم، شمارم بهت میدم، زندگی من بهت میدم. خب باشه الان شمارمو بدم تو دیگه میری خلاص میشی؟ دیدم تازه شمارت تو بدی داستان شروع میشه. تو چقدر کنی؟ تازه کذای کنه رو دیدی؟ پر ادعا. کسی الان مثلا در 80 هستی چه گلی به سر مردم زدی؟ خدا بچه سال برامون شاخ شده. بیا برامون یه چک میزن 2 روز بخواب. بیا. تنها برتری که داری دورته و یعنی عقل در حد پاهای منه. پاهات اندازه گونجیش که پسر جان. آره ولی منظورم پای وسطه. تو دیگه خیلی دن سرویسی. سوالمو جواب ندی. دقیقا چه گلی به سر خودت زدی؟ حداقلش اینه که 80 ام. خب هنر کردی، منم 10 تا بالا 90 ام. خب یا اینکه یکی از خوبی‌های دیگه‌اش ما خیلی انیمیشن‌های خفنی داشتیم، شما دیگه از اونها رو ندارین. انیمیشن خفن اسکول 20 سال پیش انیمیشن براتون پلی میکردن 2D 2 بعدی، از ما 3 بعدی تازه پسمات هم میرزه ببینید تی. خب حداقل موزیکامون خوب و قدیمیه. قدیمی اسکول، قدیمیت فایده ای دارید، موزیکای جدید دورتی. خب از نظر درس خوندن که دیگه خفن تریم که شما سنتون خیلی کمتره. درس خوندن اما پیشرفت داریم، میریم داخل یوتیوب هر دلمون میخواد یاد میگیریم. شما اسکولا تی یاد گرفتین تا برگای مزخرف، یا اینکه مثلا تو بچگی خیلی بازی مختلفی داشتیم، مثلا میرفتیم بیرون بازی میکردیم. خب که تیم مثل اسکولا میرفتی بیرون کسی مثلا بدی بیرون خاکی بتی مریض بتی، ما تو خونه این با گستی بازی میکنیم سلامت روان. در هر صورت من قبول نمی کنم، در هر صورت ده 80 برتره. اینستا اسکول 4 سال دیگه کل اینستا 90 ان. بوچه فقط این که